میدونید که مصرف آب برای سلامت بدن بسیار ضروریه، اما فقط نوشیدن آب کافی نیست. با مصرف بعضی از مواد خوراکی میتونید بدنتون رو پر آب کنید. توی این ویدیو قصد دارم بهترین مواد غذایی آبرسان بدن رو به شما معرفی کنم. این مواد غذایی بیش از 80% از آب تشکیل شدن. با مصرف این خوراکی‌ها علاوه بر آبرسانی به بدن میتونید از مواد مغذی اونها نیز بهره مند بشید. اگر شما نیز جزو افرادی هستید که مصرف روزانه آب براتون کار راحتی نیست، با مصرف این مواد غذایی و میوه‌جات میتونید نیاز بدنتون رو به آب تأمین کنید. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا 25 مورد از مواد غذایی آبرسان رو به شما معرفی کنم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روی آل قرار بدید و اگه از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. مورد اول، هندوانه، حاوی 91.45% آب. یک فنجان هندوانه خرد شده حداقل نیم فنجان آب داره و یکی از بهترین میوه های آبرسان برای بدن هست. این میوه شیرین علاوه بر آب حاوی فیبر، آنتی اکسیدان، ویتامین C، ویتامین E، چند نوع ویتامین B، پتاسیم، روی، مس و منیزیم هست. در ضمن یک فنجان هندوانه فقط 45 کالری داره که برای افرادی که رژیم غذایی لاغری دارن بسیار مفیده. مورد دوم، خیار. خیار بیش از 96% آب داره و بهترین سبزی برای آبرسانی بدنه. همچنین خیار منبع غنی از پتاسیم، فسفر، منیزیم و مقدار کمی کلسیمه. اگرچه این سبزی مانند میوه و سبزی‌های دیگر مواد مغذی خاصی نداره، اما حاوی ترکیبی به نام کوکوربیتاسین هست که بنابر شواهد علمی ضد دیابته. مورد سوم، توت فرنگی. حدود 91% وزن توت فرنگی آب هست و این میوه خوش‌طعم سرشار از ویتامین C هست. در ضمن آنتی اکسیدان های موجود در توت فرنگی با رادیکال های آزاد مقابله میکنه و جلوی صدمات اونها رو میگیره. توت فرنگی حاوی فیبر فراوان و اندکی کالریه. مورد چهارم، پرتقال، 86% آب. هر عدد پرتقال متوسط نصف فنجان آب داره و منبع مطمئنی برای آبرسانی بدنه. پرتقال حاوی ویتامین C، فیبر و پتاسیم فراوانه. مرکبات به بدن برای جذب آهن از مواد غذایی دیگر کمک زیادی میکنه. پرتقال علاوه بر مواد مغذی فوق حاوی انواع ویتامین های B، منیزیم، سلنیوم و مس هست. مورد پنجم، طالبی. تقریبا 90% طالبی آب هست و هر واحد از این میوه بیش از نیم فنجان آب به بدنتون وارد میکنه. طالبی سرشار از ویتامین C و فیبره. در ضمن طالبی مثل میوه و سبزی‌های نارنجی رنگ دیگر بتا کاروتن داره که بدن اونها رو به ویتامین E تبدیل میکنه. مورد ششم، کاهو، 95% آب. کاهو، چه کاهو پیچ باشه و چه نوع رومی اون، منبع عالی برای آبرسانی بدنه. البته کاهوهای با برگ‌های سبزتر مواد مغذی بیشتری دارند. محتوای آب کاهو پیچ بیشتر از کاهوی رومیه. کاهوی رومی ویتامین‌های E، C و فیبر به بدنتون میرسونه. کاهو پیچ هم حاوی فیبر، ویتامین‌های K و E هست. مواد معدنی پتاسیم و روی نیز در اون وجود داره. در ضمن هر دو نوع کاهو کربوهیدرات بسیار کمی دارند. مورد هفتم، کرفس، 95% آب. این سبزی کالری، پروتئین و کربوهیدرات کمی داره، اما حاوی آب و فیبر فراوانیه. همچنین کرفس ویتامین های E، K و فولات و مواد معدنی پتاسیم داره. کرفس میان وعده خوبیه که همراه با کره بادم یا بادم زمینی غذای خوبی برای شما هست. مورد هشتم، آب نارگیل. آب نارگیل فواید متعددی برای بدن داره و نه تنها آبرسان خوبی هست، بلکه حاوی ویتامین C و الکترولیت هایی چون منیزیم و پتاسیم که برای بدن ضروری هست. مورد نهم، گریپ فروت. گریپ فروت سرشار از آب، فیبر و ویتامین C هست. این میوه از خانواده مرکبات رو میتونید همراه صبحانه یا سالاد مصرف کنید.
البته توجه کنید که این میوه تأثیر زیادی روی فشار خون داره. اگر دچار افت فشار هستید بهتره که زیر نظر پزشک مصرف گریپ فروت رو انجام بدید. مورد دهم، سیب 85% آب. انواع متفاوتی سیب از قرمز تیره تا سبز روشن وجود داره. در کل سیب منبع عالی از آب و برای تأمین آب بدن ایدئاله. این میوه ترد و خوش‌طعم علاوه بر آب سرشار از فیبر، ویتامین C و آنتی اکسیدان‌هایی چون کوئرسیتین و کاتچینه. این مواد از بدن در برابر صدمات رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند. مورد 11، هلو 88% آب. این میوه آبدار سرشار از ویتامین‌های چون C، ویتامین E، ویتامین K و منبع خوبی از پتاسیم و فسفره. این میوه رو میتونید به جای میان وعده یا همراه با سالاد، اسموتی یا سس‌های سالسا مصرف کنید. مورد 12، شاهی 93% آب. سبزی شاهی سرشار از آب، ویتامین E، ویتامین C، فولاد، کلسیم، آهن و ویتامین E هست. این سبزی خوش‌طعم که خام یا پخته مصرف میشه مقدار خوبی ویتامین K، تیامین، ویتامین B6، پتاسیم و یود داره و البته سدیم و کالری اون بسیار پایینه. مورد 13، گوجه فرنگی 95% آب. بیشتر مردم گوجه فرنگی رو نوعی سبزی میدونن، اما از نظر گیاهشناسی این خوراکی میوه‌ای سرشار از فیبر، ویتامین C و K، فولاد و پتاسیمه. در ضمن گوجه فرنگی علاوه بر آب فراوانی که داره حاوی آنتی اکسیدان لیکوپن هست و جلوی صدمات سلولی رو میگیره. مورد 14، کدو سبز 93% آب. کدو سبز سرشار از آب هست و مواد مغذی چون منگنز، پتاسیم، منیزیم، ویتامین های E، C، K و همچنین فیبر داره. همچنین کدو سبز آنتی اکسیدان های همچون لوتئین و زئاگزانتین داره که میتونه جلوی صدمات DNA بدن رو بگیره. مورد 15، اسفناج 91% آب. این سبزی سرشار از آب، فیبر و مواد مغذیه. اسفناج منبع عالی منیزیم، کلسیم، آهن، پتاسیم، ویتامین A، ویتامین K و فولاد هست. برخی از مردم از این سبزی برای تهیه اسموتی های میوه های شیرین هم استفاده میکنن. طعم اندک تلخ اسفناج در ترکیب با میوه های شیرین متعادل میشه. اسفناج خواص زیادی برای بدن داره و مصرف اون میتونه به سلامت شما کمک کنه. مورد 16، تربچه 95% آب. تربچه فواید متعددی داره. این سبزی حاوی آنتی اکسیدان، فیبر، ویتامین C و آب فراوانه. تربچه رو میتونید در کنار غذا یا همراه با سالاد مصرف کنید. مورد 17، کلم برگ. کلم برگ یا کیل حدود 90% آب داره و با مصرف اون بخشی از آب مورد نیاز بدن تأمین میشه. این گیاه برگسبز سرشار از ویتامین های A، C، K و مواد مغذی دیگری چون کلسیم، فیبر، پروتئین و اسیدهای چرب امگا 3 هست. کلم برگ منبع عالی آهن، انواع ویتامین های B و گیاه‌مغذی‌های ضد التهاب هست. مورد 18، کلم بروکلی 89% آب. بیشتر مردم وقتی به مواد غذایی آبرسان فکر میکنن کمتر به کلم بروکلی توجه میکنن، در حالی که این سبزی حدود 90% آب داره. در ضمن کلم بروکلی چند نوع آنتی اکسیدان متفاوت داره و حاوی فیبر، آهن، پتاسیم، ویتامین C و ویتامین K است. کلم بروکلی رو بخارپز یا خام مصرف کنید تا بیشتر مواد مغذی اون به بدنتون برسه. مورد 19، هویج. هویج حدود 89% آب داره و ماده غذایی خوبی برای آبرسانی بدنه. همچنین هویج سرشار از رنگدانه بتاکاروتن هست و این ترکیب پیشساز ویتامین A در بدنه. بنابراین این سبزی ریشه‌ای منبع عالی از ویتامین A هست. رنگ نارنجی روشن هویج هم به دلیل وجود این رنگدانه هست. البته هویج‌های به رنگ‌های دیگر مانند ارغوانی هم وجود داره، اما هسته اونها نارنجی رنگه. مورد 20، مارچوبه 94% آب. مارچوبه معمولاً تفت داده، کبابی یا به صورت خام مصرف میشه.
این گیاه به هر شکلی که استفاده بشه به یک اندازه آب به بدن وارد میکنه. مورد 21 فلفل دلمه‌ای 92% آب. فلفل دلمه‌ای حاوی مقدار زیادی آب هست و 100 گرم اون 31 گرم کالری، 1 گرم پروتئین و 6 گرم کربوهیدرات داره. این نوع فلفل که رنگ‌های سبز، قرمز، زرد و نارنجی داره برای تهیه غذاها و سالادهای مختلفی به کار میره. مورد 22 گل کلم 92% آب. گل کلم مواد مغذی متعددی از جمله ویتامین‌های C، K، B6، فولاد و پتاسیم داره. این گیاه یکی از بهترین مواد خوراکی برای تأمین آب بدن هست و جالبتر این که گل کلم پخته بیشتر از خام اون آب داره. در ضمن این گیاه سرشار از فیبره. مورد 23 آناناس 86% آب. این میوه خاردار و استوایی علاوه بر آب فراوانی که داره سرشار از مواد مغذی همچون ویتامین C، منیزیم، پتاسیم، منگنز و ویتامین های B هست. همچنین آناناس حاوی ماده بروملین، آنزیمی با اثرات ضد التهابی است که برای درمان سینوزیت، آرتروز و مشکلات گوارشی مفیده. مورد 24 ماست ساده 88% آب. ماست ساده با محتوای بیش از 80% آب سرشار از پروتئین و بسیار خوش‌طعمه. این ماده خوراکی لبنی رو میتونین همراه با غذاهای مختلف مصرف کنید و از فواید اون بهره مند بشید. و مورد 25 شیر کمچر 91% آب. شیر کمچر نوشیدنی مغذی و مفیدی است که با بیش از 90% آب میتونه آب مورد نیاز بدن رو تامین کنه. همچنین شیر منبع خوبی از کلسیم، ویتامین دی و پروتئینه. اگر به لاکتوز حساسیت ندارید میتونید با مصرف شیر کمچر بدنتون رو پرآب نگه دارید. و اما سخن پایانی، پرآب نگه داشتن بدن چیزی بیش از صرفاً نوشیدن آبه. برای اینکه بدنتون رو همیشه پرآب و سالم نگه دارید بیشتر از مواد خوراکی آبرسان استفاده کنید. همونطور که در این ویدیو به شما گفتم میوه ها و سبزی ها بهترین گزینه ها برای آبرسانی بدن هستند. خوشحال میشیم اگر شما نیز خوراکی میشناسید که حاوی مقدار زیادی آب هست و برای بدن مفیده و باعث آبرسانی میشه اون رو از بخش کامنت ها به ما معرفی کنید. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید.